қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 95. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. دیری نگذشته بلخ باز به دست ندیر محمد در آمد، اما این در ولایت خراب گردیده یگان آرامی و آسایش به وجود نیاورد. عبدالعزیز اول برادرش سبحان قلی خان را حکمران بلخ تعیین کرده به مقابل پدرش فرستاد که او شهر را به زودی اشغال نمود. سپس قشون نو را بر ضد سبحان قلی خان روانه ساخت تا که بلخ را به تصرف خود درآورد، ولی این به او میسر نگردید. سبحان قلی خان مقابلتی سخت نشان داده بلخ را در دست خود نگه داشت. فقط هر آنچه که در اطراف و اکناف آن باقی مانده بود همه به غارت رفت و خاک و تراب گردید. حاکمان خیوه از همه این جنگ و جدالهای داخلی سلاله جانیان به منفیت خود استفاده نمودند. آنها چندین دفعه به ناحیه‌های مرکزی ماوراء النهر هجوم آورده همه را غارت کردند. حتی تا بخارا رسیده بار یک قسمت شهر را گرفتند. فقط مردانگی و دلیری اهالی امکان داد که شهر از دشمن تازه کرده شود. سبحان قلی خان چنین وضعیت را فرصت مساعد دریافته حاکمیت را به دست درآورد. در عهد سلطنت سبحان قلی خان 1680 1702 وضعیت دشواری موجوده نه فقط از بین نرفت بلکه در بسیار ساحه ها بدتر گردید. تاخت و تاز خیوگی ها همانا دوام می کرد. آنها حتی سمرقند را ضبط کردند و اعیان و اشراف شهر خان خیوه را به رسمیت شناختند که با عوض این سبحان قلی خان با غرامت زیاد اهالی سمرقند را خانه خراب نمود. نهایت سبحان قلی خان فهمید که تا در خیوه قایم مقام خود را ننشاند تاخت و تاز خیوگی ها تمام نخواهد شد. بنابراین با هر راه اعیان و اشراف محلی را به طرف خود کشیده عاقبت موفق گردید که خیوه حکمرانی او را اعتراف نماید. این در تمام دوره حکمرانی سبحان قلی خان یگانه موفقیتی به نظر نمایان سیاستمداری او محسوب می یابد. وی در دیگر همه کارهای باقی مانده مملکت داری به چیزی کامیاب شدن نتوانست. نزاعهای بین خودی فیادلی کیها از دایره خاندان سلطنتی بیرون برآمده بودند. حالا سران طایفه های ازبیک بیش از پیش قوت می گرفتند. خودی سبحان قلی خان هم در بسیار موردها نفوذی بعضی آنها را بلند می برداشت. چنانچه وقتی که پسرش صدیق محمد خود را در بلخ مستقل اعلان کرده به این وجه با امر پدرش به قتل رسید، او حکومت بلخ را که دیر باز ملک وارثان سلطنت حساب می شد به یکی از میران قبیله یوز سپارید. در زمان سبحان قلی خان موقع و اعتبار محمود بی اتاریق از قبیله قطغن فوق العاده بلند گردید. سبحان قلی خان در مبارزه ضد خیوگی ها بارها به کمک وی رو آورده و فرونشاندن اسیان امیران بلخ را نیز به همین اتاریق سپاریده. سپس او را حاکم بلخ و بدخشان
تعیین کرده بود. آن وقتها بدخشان عملاً ملکی مستقل بود و در آنجا اساسگذاری سلاله امیران بدخشی یاربیک حکمرانی می کرد. از سال 1650 سر کرده مناسبت بین بدخشان و بخارا بد شدن گرفت. خانهای بخارا خصوصاً پس از اشغال نمودن وادی قندوز به تاخت و تاز خود به سرزمین بدخشان وسعت دادند. بدخشانی ها یاربیک را میری خود برداشته با سرداری او به استیلاکاران مقاومتی سخت نشان می دادند. سبب اساسی به بدخشان لشکر کشیدن محمود بی اتالیق بخاریان را به محصول کان لعلی آنجا راه ندادن یاربیک بود. این لشکرکشی محمود بی اتالیق که برای کاملا مطیع کردن تمام خاک بدخشان روانه گردیده بود آنقدر موفقیتناک نبرآمد. عسکران او مرکزی بدخشان شهر فیض‌آباد جوزگون را چندگاه محاصره نموده ولی فتح کردن نتوانستند. نهایت محمود بی مجبور شد که در اساس شرطهای زیرین با یاربیک معاهده بسته عقب نشیند. یاربیک می بایست محصول 2 ساله کان لعلی بدخشان را به خان سپاریده فرمانبرداری حکومت خانی بخارا را قبول می نمود. لیکن در حقیقت او یک حاکم مطلق آنجا بود و تماما مستقلانه کار می برد. حاکم بلخ محمود بی اتالیق استقلالیت نامحدودی به دست آورده حتی سبحان قلی خان را هم قریب پسند نمی کردگی شد. سبحان قلی خان از قوه فوق العاده پیدا کردن محمود بی در خوف افتاده با تدبیر او را از بلخ راند و نبیره خود محمد مقیم سلطان را حاکم بلخ تعیین نمود. سبحان قلی خان مقابلت فیادلان محلی را برطرف کردن نتوانست. جنگ های متصلی که او می برد باعث خالی شدن خزینه دولت و قوت گرفتن ظلم و استثمار عامه مهنت کش می گردیده. برای جنگ های داخلی ضد فیادلان سرکش سرمایه زیاده لازم بود و از این رو سبحان قلی خان پیشکی از اهالی ستانیدن انداز 7 ساله را طلب کرد. در وضعیت آن وقته مملکت جاری شدن این اصول انداز برای اهالی نهایت درجه وزنین بود. رشوه‌خوری و سوء استفاده هایی که عملداران حکومت خانی در وقت جمع آوری انداز می کردند خلق مهنتی را باز هم بیشتر افتاده می کرد. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. افزودن پراکندگی فیادالی سیاست داخلی عبیدالله خان. در دوره حکمرانی کوتاه مدت عبیدالله خان 1702-1711 مبارزه بین حکومت مرکزی و فیادالان خیلی شدت یافت. عبیدالله خان آخرین کس از خاندان سلطنتی جانیان بود که در راه محدود نمودن خودسری های فیادالان و پرقوت کردن حاکمیت مرکزی سعی و کوشش زیادی به خرج داد. اما شخصیت عبیدالله خان و سیاست داخلی او ناحقانه سالهای دراز از دایره دقت محققان بیرون مانده بود. درباره او حتی چنین توصیفاتی از قبیل زیل به اثرهای تحقیقاتی راه یافته معمول گردیده بودند که با آنها راضی شدن دشوار است. عبیدالله خان برای حاکمیت مطلقه سعی می نمود، ولی از بس که یک مرد متکبر و خودپسندی بوده با مردم درست معامله کرده نمی توانست، در عمل بازیچه دستی امیران گردید. این قبیل تأثیرات از آن سرزده است که منبع‌های خطی آن زمان کاملا به تصویر مفصلی نزاع‌های بین خودی خاندان‌های سلطنتی بخشیده شده. در آنها راجع به دیگر حادثه‌های دوران فقط سطرهای جداگانه و دلیل و اشاره‌های غیر مستقیم دچار می آیند.
مدرک هایی که سیاست داخلی عبیدالله خان را بیشتر بیان می نمایند در عبیدالله نامه میر محمد امین بخاری موجودند. مقایسه این مدرک ها با بازیافت های سکه شناسی نشان داد که جد و جهد عبیدالله خان در راه مرکزانیدن دولت از مرامناکترین عملیات در تمام دوره سلطنت سلاله جانیان به شمار می رود. این تمایل به فهمیش خیلی واضح و روشنی خصوصیت های ترتیب نیروهای طبقاتی اساس یافته، نه همیشه پیگیرانه باشد هم با عزم و قطعیت تمام ظهور می کرد. اگر وی موفقیت پیدا نکرده باشد، پس سبب اساسی این است که در آن وقت برای مرکزانیدن دولت هنوز شرایط و زمینه موافق فراهم نآمده بود. به عبیدالله خان از سبحان قلی خان وضعیتی سختی به میراث ماند. امیران سرداران طایفه های ازبیک خود را تماما صاحب اختیار حس می کردند. معمولا آنها حاکمی همان شهر و ناحیه‌ای بودند که تأمین معیشت طایفه شان را در ذمه داشت. آنها در قلمرو خود زمین خریده به زمینداری کلان تبدیل می یافتند و همچون خواجگانی صاحب اختیار عمل می نمودند. اکثر امیران به هم قبیله های خود تکیه کرده حاکمیت مرکزی را تماما به اعتبار نمی گرفتند. آنها بین خود خصومت می پروریدند، گروه ها تشکیل می دادند، بعضا آشکارا حاکمیت خان بخارا را اعتراف نمی کردند. عبیدالله خان را نه سرمایه بود و نه قشون کافی که به سر خود ضد جدایی خواهی این فیادلان مبارزه برد. و این سبب او مجبور بود که در مبارزه به مقابل یک امیر از پشتیبانی امیر دیگر استفاده نماید. اما واقعا در چنین موردها به وی نه همیشه عملی نمودن نیتهای خود میسر می گردید. اکثر وقت امیری که به او تکیه می کرد با هر بهانه از جنگیدن سر می کشید و به همین سبب چند دفعه قوه حربی عبیدالله خان به شکست دچار شده بود. گاها چنین حادثه هم روی می داد که در وقت یوریش قسمی از امیران با قشون خود پس می گشتند و یا حتی به طرف دشمن می گذشتند. وضعیت عبیدالله خان بسیار مرکب بود و هرگاه به وی لازم می آمد که برای حل مشکلات تدبیرهای گوناگون اندیشد. او کوشش می کرد که بین امیران مخالفت پیدا شود و آنها با هم جنگیده یکدیگر را ضعیف گردانند و او در این کار از خود مهارت بلندی نشان می داد. ولی این یگانه و اساسی ترین رویه حرکت او نبود. مدرک های جداگانه به هم آورده شده نشان می دهند که عبیدالله خان یک سیستم تامی تدبیراتی را پیش بینی کرده بوده است که از یک طرف به مستحکم ساختن پایه های اقتصادی دولت او و از طرف دیگر برای از جهت اقتصادی و سیاسی ضعیف گردانیدن امیران نگرانیده شده. صنف فیادلان یکسان نبود. در این وقت دو گروه اساسی، گروه امیران و عموماً فیادلان بالانشین طایفه های ازبیک و گروه اشراف قدیمی، مأموران، فیادلان زمیندار، طبقه فوقانی تاجران و کاسبان عرض وجود می کرد. جنگ های بین خودی امیران نه فقط عامه خلق را خانه بردوش می ساختند، بلکه به منفعت های همین گروه دومی صنف فیادلان نیز ضرر می رسانیدند. از این سبب نمایندگان این گروه طرفدار قوت گرفتن حاکمیت مرکزی بودند. فیادلان روحانی هم به همین وجه اکثر وقت حکومت مرکزی را پشتیبانی می کردند. اما گروه دومی فیادلان که عبیدالله خان به آنها تکیه می نمود یک لخت و متحد نبود. نمایندگان جداگانه این گروه خصوصا در همان ناحیه هایی که امیران اقتدار بیشتر داشتند گاهها برعکس امیران را حمایه می کردند. مردمی زحمتکشی شهر و دیهات که از جنگ و نزاع‌های متصلی بین خودی فیادلان به حال تباه افتاده بودند
به طرفداری حاکمیت مرکزی و ضد امیران اسیانکار سر می برداشتند. عبیدالله خان اگرچه نه همیشه عملی ثابت قدمانه داشت، این اوضاع را خوب به حساب می گرفت. او بیش از همه به همان گروه صنف فیادلان که به مستحکم گردیدن حاکمیت مرکزی و برهم خوردن جنگ و نزاع‌های بین خودی منفعت دار بودند تکیه می کرد. مهمترین جزء سیاست داخلی عبیدالله خان کوششی از حساب سپاسگزاران خود به وجود آوردن یک دستگاه نوی مأموری بود. مورخ وقت میر محمد امین بخاری آشکارا شهادت می دهد که عبیدالله خان به امور اداره فرزندان کاسبان و تاجران، آدمان پست نسب و بیکس را جلب می نمود. البته لوحه زیرین یک حادثه تصادفی نیست. وقتی که قشون بخارا به نزدیکی بلخ رسید، عبیدالله خان فرمانی مخصوص برآورد که کشتزار مردم را پایمال نکنند و به اهالی یگان ضرری نرسانند. او در یکی از دیهات قرارگاه خود را ساخته ارزش کشت‌های از طرف عسکرانش پایمال شده را پرداخت. از این آشکارا هویداست که عبیدالله خان برای به طرف خود کشیدن اهالی عادی سعی و کوشش می نمود. چنان که خاطر نشان گردید، در عصرهای 17-18 عامه خلقهای آسیای میانه خیلی فعال شدند و آنها را در مبارزه ضد امیران سرکش به خود متفق گردانیدن خان برایش منفعتی زیادی می آورد. تدبیرات عبیدالله خان چی نوع صورت می گرفت؟ مناسبت او با امیران دشمنانه و مبارزه هایش با آنها روی راست و آشکارا بود. این را سرچشمه نام بردنی است تصدیق می کند. او به همان امیرانی که تکیه می کرد پول و مال و زمین هدیه می نمود، ولی اصلا برابری به سر حاکمیت آمدنش به امیران از جهت اقتصادی فشار رسانید و در این راه از کمترین چیزها نیز حذر نکرد. مثلا بسیار عجیب است که وی به دشمنان سیاسی خود به ارزش 10 چند فروختن هدیه را جاری نمود. سرچشمه شهادت می دهد که به ازبکانی بیچاره تابی نفس کشی هم نماند، ولی کاری از این هم جدی تری که او انجام داد از بین بردن یک قسم زمین های تنخواه بود. وی عملا ناممکن بودنی بی هیچ اساس کشیده گرفتن زمین های تنخواه را درک کرده یک تدبیر مکارانه به کار برد. او این زمین ها را به مالکیت کاملی مقربان و مأمورانش داد، یعنی البته فروخت. در عملی نمودن این سیاست خود وی از همان گروه صنف فیادلان که منفعت داری مستحکم شدن حاکمیت او و افزودن نفوذ خود بود پشتیبانی می. این طرز مصادره تنخواه همچنین ضدیت بین دو گروه صنف فیادلان را تند و تیز می کرد. عبیدالله خان باز یک منبع افزایش درآمد خزینه دولت را در برهم دادن مسئولیت خراج زمین‌های ملک دید. این تدبیر خیلی جسورانه و شاید خطرناکی هم بود، زیرا از بین بردن مسئولیت به منفعت‌های همان گروه او را طرفداری کننده صنف فیادلان ضررهای جدی وارد می آورد. از احتمال دور نیست که عبیدالله خان این تدبیر را نسبت به این گروه انتخاباً تطبیق می نمود. از جمله معلوم است که او مسئولیت خراج بزرگترین فیادلان روحانی آسیای میانه شیخان جویباری را بیکار کرده بود. عبیدالله خان در بابت انکشاف تجارت بین الخلقی نیز چاره‌هایی دید. درست است که رواج تجارت بیرونه به منفعت سوداگران محلی نبود. پیش سوداگران بخارا مالهای خارجی را یک باره می خریدند و پولش را بعدتر پس از فروخته شدن مال می پرداختند. این معامله برای تاجران خارجی بسیار ناقلای بود. علاوه بر این موافق شریعت مال فروخته را در دوام 30 سال
برگرداندن امکان داشت. در عهد عبیدالله خان حکومت در این مسئله ها به نفع تاجران خارجی کار کرد، زیرا می بایست این تدبیر ورود مالهای خارجی را افزونتر سازد و به این وسیله درآمد خزینه نیز زیادتر شود. عبیدالله خان به اصلاحات پول امیدی کلان بسته بود. میر محمد امین بخاری به سبب وقوف کامل نداشتن از حقیقت حال نوشته است که سبب گذرانیدن اصلاحات پول تماما خالی شدن خزینه دولت بود. خانهای سلاله جانیان در ظرف عصر 17 سکه زنی را همچون منبع درآمد دانسته متصل پول می برآوردند. آنها ایاری پول را گاه پست و گاه بلند نموده در آخرهای عصر 17 ضرب سکه ها را به درجه رسانیدند که در تنگه ها همگی 22.5% نقره مانده بود و خلاص. عبیدالله خان باشد پولهایی برآورد که ایارشان خیلی بلند بود، یعنی تنگه ها 35% نقره داشتند. او در دوام 7 سال در چی وضعیتی که باشد به تغییر پول همچون منبع درآمد راه نداد. این را با 2 سبب توضیح دادن ممکن است. از یک طرف او سکه ها را ویران نکرد، چون که این بر ضرر همان گروه صنف فیادلان می بود که به آنها تکیه می کرد. از طرف دیگر چنان که معنی اصلاحات سال 1708 ثابت می نماید، او این منبع درآمد را بدون به قسمت ها جدا و پراکنده کردن احتیاط می نمود تا که در یک فرصت مناسب یک باره درآمدی کلانی را به دست آورد. سال 1708 پولهایی در خزینه بوده دوباره سکه زده شدند. از هر تنگه کهنه 4 تنگه نو به وجود آورده شد که هر کدام آن 9% نقره داشت. پس از این اعلام کرده شد که من بعد اقتدار خرید پولهای نو 9% نقره و پولهای کهنه 35% نقره برابر خواهد بود. اگر طور دیگر گوییم، عبیدالله خان خواست دارایی خزینه را یک باره 4 مرتبه افزاید. چون این حادثه هیچ وقت روی نداده بود. عادتاً ایاری نقره را 5-10% پایین می فرآوردند. عبیدالله خان به چنین تدبیر غیر مقرری جرأت نموده، ظاهراً گمان داشت که برای ثمرناک مبارزه بردن بر ضد امیران واسطه های کافی را به دست می آورد و از این رو جان خود را به خطر انداخته قدم به این راه گذاشت. او باید می فهمید که واقعاً هم جان خود را به خطر می اندازد، زیرا توسط این اصلاحات بگذار موقتاً و با نیت‌های نیک باشد هم نه فقط دشمنانش را بلکه متفقانش، خلق، طبقه فوقانی فیادلان و تاجران، همه آنهایی را که در دست پول داشتند و از اصلاحات منفعت دار بودند غارت می کرد. در بخارا کاری سودا قطع گردید. تاجران و کاسبان شهر دکان و کارخانه هایشان را بستند. این واقعه وضعیت کمبغلان و گروه های مهنتی اهالی را بسیار تنگ کرد. در بازار چیزی یافت نمی شد. این احوال ناراضگی عموم را به وجود آورد. توده های مردمی شهر اکثرا آدمان بینوا شورش برداشته به تهدید و فریاد به ارگ هجوم کردند و به حالت اول آوردن وضعیت شهر را طلب نمودند. شورش خلق آخر فرو نشانده شد. چند کس به قتل رسید. ولی این شکستی تمام نبود. عبیدالله خان به سازش مجبور گردید و معنی اصلاحات را تغییر داد. اکنون پول کهنه نه به یک بلکه به 2 پول نو برابر کرده شد و این قاعده سالهای دراز حتی بعد از سر عبیدالله خان هم باقی ماند. و این طریقه دارایی خزینه عبیدالله خان نه 4 مرتبه بلکه فقط 2 مراتب افزود.
اصلاحات آن درآمدی را که انتظار می رفت آورده نتوانست، ولی همه آنهایی را که پیشتر عبیدالله خان را طرفداری می کردند به دشمن او مبدل ساخت. این بود که در سیاست داخلی امکانی انجام دادن یگان کاری مثبتی به نظر نمایانی فراهم نآمد. در این وقت مبارزه، ناباوری به یکدیگر، خصومت و عداوت پروریدن به هم خیلی اوج گرفت. دشمنی تا درجه ای رسید که هنگام یکی از سوءقصدها در سال 1711 عبیدالله خان کشته و دربار خانی تاراج کرده شد. پس از هلاکت عبیدالله خان برادرش عبدالفیض خان 1711 1747 به تخت نشست. در زمان حکمرانی این آخرین نماینده اساسی سلاله جانیان، حکومت مرکزی اقتدار خود را تماما از دست داده دولت خانی به قسمهای مستقل جداگانه تقسیم می گردد. کارهای مملکت داری تقریباً به کلی به اختیاری محمد حکیم بی اتالیق می گذرد که او را سرکردگان طایفه منقید پشتیبانی می کردند. بعدها در نتیجه نارضایتی اعیان و اشراف محمد حکیم بی از منصبهای بلند دربار دور کرده به قرشی فرستاده می شود. سفیر دولت روس فلاریا بینیوینی از خرج و مرجی که آن وقت در دربار ابوالفیض خان حکم فرما بود سخن می راند. امور اداره دولت به دست عملداران حریص و جاه طلب می گذرد. آنها برای سودا در بازارهای بخارا حقوقی نامحدودی را صاحب شده موافق طبع خود مردم را غارت می نمودند. این همه زد و خوردهای بین خودی خانها و بیدادگری های بی امثال فیادلان از حیات پرمشقت خلقهای آسیای میانه در عهد حکمرانی جانیان شهادت می دهند. شما گفتاری 95 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلов خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.